مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم. امروز هم میخوام یه ولاگ از رانندگی از فومن به رشت بگیریم. الان هم تقریبا که نه دقیقا مرکز شهر فومنیم. امروز پنجشنبه 26 تیر ماه، ساعتم گوشی نگاه کنم 10:51 است. این هم میدون اصلی فومن ولیعصر. یه دور بزنیم برگردیم سمت رشت. امروز اومدیم بازار تلمشهر، پنجشنبه بازارش رو گرفتیم. تلمشهر جمعه بازار، قبلا اسمش جمعه بازار بود، بازار جمعه‌اش رو تغییر دادن کردنش پنجشنبه. من به خاطر امام جمعه اعتراض کرده بود که مردم میان بازار دیگه کسی نماز جمعه نمیاد، از جمعه منتقلش کردم به پنجشنبه. الان دست راستمون خواستی بریم فومن قلعه رودخان و ماسوله، از دست راست باید برید. ما این میدون داریم دور میزنیم. این روبرو هم راه داره، میانبری داره، ولی اصلیش از همون سمت جای خورده تنگه. میدون رو دور بزنیم بریم سمت رشت. ولاگ از فومن زیاد گذاشتیم، قلعه رودخان، ماسوله، فومن برفی، گردش تو سه‌شنبه بازارش، قدم زدن شبانه تو پارک و اینا همه هست. تو پلیلیست شهر فومن میتونین پیداشون کنید. اینجا ایستگاه رشته، ماشین سواری های رشت. این یه تیکه تا میدون خارج شهرش یه خورده جالبه، رانندگی ها جالبه. الان بهتون چند تا نمونه نشون میدم. ولاگ قبلی خواستم نشون بدم، منو ضایع کردن، هیچکی اون کارهای جالب انجام نداد. حالا الان داشتم میودم باز دیدیم. انشالله که نبینیم، ولی خب حالی از لطف هم نیست. آخرین ولاگو من فکر کنم رانندگی از خشک بیجار به رشت گرفتم، تقریبا یه ماه پیش. ولاگ رانندگی بازار شهرداری رو که پیروز گرفتم، دیشب گذاشتم، دیروز بعد از ظهر. بازار شهرداری رشت تو حال هوای تابستون، واقعا جاتون خالی بود، خیلی زیبا بود ولی گرم بود. امروز تلمشهرم خیلی شلوغ، تنوع واقعا زیاد. میوام به نظرم ارزون بودن، مثلا گوجه 30 تومن، 25 تومن، میوه 80 تومن. نه به نسبت خرداد ما ارزون تر بود، سیب زمینی 35 تومن بود. یه جوکی رو دیروز تو اینستا خوندم، نوشته بود که موتوری سالم رسیدن براش مهم نیست، مهم که رد بشه. یه خورده فکر می‌کنی می‌بینی این یه نمونه. این یا راهنما نمیزنن یا راهنما میزنن فکر میکنن اصلا حضرت موسی اینجوری حق تقدمی چیزی. این راهنما زدی بپیچ. یا این نمونه دیگه دیدین کسی راهنما نزد. این دقیقاً این تا اون میدون خارج همین داستان هست. یارو میپیچه میاد، یهو راهنما نمیزنه. یا حق تقدم است که تعریف نشده است اینجا. اومدین اینجا رانندگی داشتی میکردین، حواستون به این باشه ماشین که کج شد میاد، وای نمیسه. 56 لام هم مال پلاک فومن. این پارک شهر تو ولاگ قدم زدن شبانش ما گذاشتیم. اینجا واسه خودشون دور میزنن، اصلا خیلی جالبه. دو فرمونه میاد، خیلی ریلکس. یهو مثلا داری میای از رو به رو، یهو ماشین میاد راتو میبره دو فرمونه بیاد. الان این نمونهش این بود، نمونه زیاد میاد. اینجا کلوچه پزیه چیز فومنه اصلی. این الان دست چپمون دقیقه میدون رو میبینی، میدون اسمشو نمیدونم دقیقا. این دست چپمون نوشته کوچه تفضلی میلاد. این دو تا تفضلی کناره هم من میلاد و میسم ما گرفتیم، میدان پاسداران.
میسم رو گرفتیم، میلاد و میسم رو گرفتیم، هر دو راضی بودیم، خوشمزه بودن. حالا من داشتم از اون سمت طلمشهر می اومدم، دو تا مأمور وایساده با دوربین، الان یکیشون جلوتر وایساده. فکر کنم اینجا 60 تا باید باشه دیگه، 60 تا به بالا بری میگیره. دو سه نفرم گرفته بود. ماشین رو چند روز پیش بردیم، این صفحه کلاژش عوض کردیم، یه خورده شتاب گرفته که هنوز کلاژش دست من نیومده. اگه تو فیلم متوجه شدین یه ماشین میپره، خاطر کلاژ هنوز عادت نکردم، کلاژ نرمه، یه چند روزی باش رانندگی کن تا بریم ریگلاژش کنیم. تو فیلم فکر نکنم متوجه بشیم، ولی صداش ماشین یهو میپره معلوم شد. ماشین تحویل گرفتم، پشت فرمون نشستم تا امروز، تو خاطر همین هنوز دستم نیومد. اونور دیگه همونجا داریم این خط رو داشتیم، الان جراح عمومیه، با این ما 7 سال هم کلاس بودیم. مامان باباش استاد دانشگاه، دکترای یکیشون زبان داشت، یکی هم کتابداری، خواهر برادرش هر دو پزشکن. این خانواده خیلی تحصیل کرده، راهنمایی با هم بودیم تا پیش دانشگاه، یک دانشگاه بریم. این پسر به شدت بچه مثبت، مؤدب، مثلا فکر نمی‌کردم این فوش بلد باشه. بعد این کنکور که دادیم، یه 6 ماهی چون نیم سال دوم بودیم بیکار بودیم، اینم نیم سال دوم بود، چون همسایه ما بود دیگه، مثلا با هم میرفتیم این ور رو میچرخیدیم، همسن بودیم، 7 سال هم دیگه رو میشناختیم. بعد این مامانش براش این ماشین خریده بود، یه SLX گرفته بود، هم 405 گرفته بود که مثلا نه دیگه ما آژانس نگیریم مثلا با ماشین. بعدشون هم خیلی این 6 ماه این زیر پای ما، پای اون دوست ما شایان باشه، این آژانس نگیریم یا این برمار میریم راحت باشیم. بعد این شایان پشت فرما میشه، اکثرا با هم این برمار میرفتیم، یه فوشایی میداد، من هرچی میگفتم شایان خودتی، شایان تویی، گفت اعصاب منو خراب میکنن. باورتون نمیشه چه فوشایی میداد. نه کلاشی بیرون کنه فاش بده، اینجا تو کابین، منظورم تو اتاق ما اینجوری میگفت اون یارو که مثلا بد راه نمیکنه. حالا موقع من مثلا رانندگی نمیکردم، الانم من بچه کوچیک داریم، باز خودمو خیلی نگه میدارم، مجبوریم واقعا با رانندگی یه سریا نمیتونیم مؤدب باشیم. واسه یه ماه رانندگی ولاگ نگرفتم، دلم به غر زدن تنگ شده، غر زدن رانندگی. دیگه شما ببخشید تا آخر همینا، تا آخر قرار غر بزنم. این جاده خدایش یکی از قشنگترین جاده‌های گیلانه، جاده شهری. اون لاینش هم قشنگ‌تره چون هر دو طرفش درخت‌ها رو داره. البته خطرناک هم هست دیگه، الان سنشون بلنده، سنشون بزرگه، ممکنه بیفتن، باد شدید بزنه. قشنگه، منو یاد جاده تخت جمشید میندازه، نمیدونم رفته باشی یا نه، مرد دشت شیراز. من خدمت اونجا بودم یه ماهی، واقعا مردم شیراز گلن، واقعا بدون هیچ اغراقی، واقعا آدمای خیلی خوبی هستن. مثلا من موقع کرایه مثلا کرسی بود، بعدم کرسی
350 تومن یا 75 تومن دقیق یادم نیست. امکان نداشت یکی از تو بیشتر بگیره. حتی مثلا چون سرباز بودیم میفهمید سربازی با قیافه ما که افسر بودیم، افسر بیمارستان بودیم، زیاد مشخص نبود. اینجا هم یه مأمور وایساده بود 4 نفر گرفته، میفهمیدن سربازی که کرایه نمیگرفتن ازن. واقعا مردم گلی داره. امسال فکر کنم پارسال اردیبهشت ما رفتیم شیراز. خدایش حال هوای اون 7-10 سال قبل رو نداشت، واقعا نداشت. مثلا دلگیر بود، مثل رشت بود برامون تو خدمت. این دوربین من دیدم تو 3-4 نفر رو گرفتم. من به رشت خیلی نزدیکه، فکر کنم حدود 12 یا 15 کیلومتره، به 20 نمیرسه. مردم فومن خیلی مذهبی هستند. تم کلی شهر مذهبیه. من اون رو یادم رفت بهتون توضیح بدم. پرچم ها و چیزایی که دقت کنید، پرچم و چیزای محرم و اینا تقریبا توی شهر گیلانی این چند وقت من رفتم یا چند سال میرم اینقدر پرچم نمیچسبونن. قشنگ مشخصه. آیت الله بهجت هم که از بزرگان فومن، جاهای دیدنی فومن هم که قلعه‌رودخان و ماسوله و یه دونه چیز هم داره، یه دریاچه استخر شمچی چیزیه که آلیان فکر کنم اگه اشتباه نکنم، اونم قشنگه. مسلما جای دیدنی بازم داره، من حضور ذهن ندارم. یه امامزاده هست، جادهش یادم رفت بدون اسم، بهش میگن سبت قبا. پنجشنبه مرکز یه بازارچه مانند داره، سفال و اینا میفروشن، خیلی باحاله. ما پنجشنبه غروب رفتیم اونجا. سید جواد حسینی اگه اشتباه نکنم مقبره سید شهیدیه، سبت قبا معروفه امامزاده، خیلی جالبه. اینم میدونیه که مثلا یادم اومد توضیح بدم بهتون. یه دونه کمربندی دیدیم اونجا، پل هوایی داشتن دیر همسد می ساختن. اون جاده ماسال به آستارا، دقیقا آستارا به سیاکله. از سومسرا فومن این میدون میره سمت تلمشهر و سومسرا قاطی کنم. سومسرا این ادامه هم که جاده سومسرا و فومن به رشت مشترکه، یعنی از این بعد مشترکه تا یه جایی شفت هم دیگه مشترک میشه، یعنی 3 تا شهر با یه جاده میرن. تو غرب هم بخوان برن، غرب گیلان از همین جاده است، شهرهای نزدیک گفتم. اون جاده که داشتم بهتون میگفتم غیر همسد داشتن میساختن، سراوان و سنگر و سیاکل وصل میشه، به جاده تهران میخوره. موزه میراث روستایی با همون جاده است، با بزرگه. ولی اگه شفت به سنگر ما رو اگه دیده باشید یا جاده سراوان به سیاکل ما رو از اون جاده رفتیم. حالا یه روزم من این جاده رو میرم، خدا قسمت کنه بریم. این جاده فکر کنم 95 تاست مجازش، الان تابلوام بهتون نشون میدم. الان ما که داریم 80 تا میریم، 85 تاست، 85 تا میریم. سعی کنید رعایت کنید، این مخصوصا کنار این بولوار خود فاصله بگیرید، چون دور برگردون زیاد داره، یهو میپیچن. این
جاده برفیش هم فکر کنم من گذاشتم، اگه دوست داشتین نگاه کنید. جاده رشت به سومسرا برفی، توش توضیح هم براتون دادم. سعی کنید این جاده رو نه حالا یواش گفتم، آروم با احتیاط یهو میان، چون هم تعمیرگاه زیاد داره، فری زیاد داره، دور برگردون زیاد داره. چند تا ولاگ به دوستان قول دادم، واقعا من وقت نکردم. این ماشین ما ماه پیش همین مسیری داشتم میام، ماه پیش نه 2 ماه پیش، تقریبا اردیبهشت ماه بود، داشتم این مسیر رو می اومدم نزدیکای بیمارستان قائم، الان میرم بهتون نشون میدم، یا شفت بود. زدم رو ترمز، دیدم ترمز ندارم، ماشین ترمز نداشت، هیچی، با دنده خلاصه ماشین رو کنار کشیدم، یه خاموشن کردم، دیدم ترمز 2 پداله شده، ABS مشکل پیدا کرده بود، ترمز نداشتم. هیچی، بردیم بوستر سازی، اینا گفت موتور ABS خراب شده، موتورش پمپش که نبود، پمپش که قبلا عوض کردم، موتورش اسمش یه چیز خاصی بود من یادم رفت. هیچی، نزدیک 8 میلیون تومان اونو عوضش کردیم دیگه. به دیستافه ما نرسیدیم، دیستافه رو می‌خواستم 2 ماه پیش عوض کنم دیگه. این جریان جنگ و اینا پیش اومد که اصلا نمیشد ولاگ گرفت. بنزین، پمپ بنزینا شلوغ، مسافرم که همه اومده بودن اینجا، دل دماغ اینترنت هم که نداشتیم، دل دماغ ولاگ گرفتن هم نداشتیم، اینترنت که قطع بود. خلاص اینکه یه ماهی اصلا کلا دنبال ولاگ اینا نرفتیم، چون واقعا سوالش نبود، ماشینم درست نکردیم، بی‌علاقت نمیشد. وگرنه من جاده اسالم به خلخالو خیلی وقت به دوستان قول دادم، شرمنده شدم. هستم چشم، به خاطر اون نرفتم. ماشین مشکل داشت، سربالایی رو حتی ما یلاق خودمونم نمیتونیم بریم، چون میترسیدم منو جا بذاره. 2-3 روز پیش عوض کردیم، نزدیک 5 میلیون و 500 هزینه دیستافه و اینا شد. الان سر ما بیمشه نزدیک 8 میلیون بیمه ثالثه، بدنش هم سال ماه دیگه است، 3 خورده ایم. خلاصه اینکه چشم، این جاده جمعه صبح خلوته. ولاگشو فکر کنم گذاشتم جمعه ها، یه جمعه فکر کنم گذاشتم، برام آشناست. ولی غروب افتضاح، یعنی غروب به شدت شلوغ. از 5-6 به بعد شما این مسیر رو مثلا با همین سرعت 80-75 تا نمیتونید بیاید. همه دارن از همه که اصیل چیز نیستن، ما بومی نیستیم، مثلا جو 5 شنبه غروب با هم میرن طرف ولایت خودشون، ماسال، جای دیگه، یعنی غربم زیاده، ماسال و ملورودخان و یعنی حاضره به ما بزنه یا راهنما نازه. اینا چون غربم زیاده، این چه ورودی دیگه، ورودی های رشت و چیز شلوغ میشه. اینم پلیس های فومن به رشت. اینم ورودی شفته، از این سمت میری شفت. بلاگ رانندگی از رشت به شفت رو گذاشتم، امامزاده که شاهزاده ابراهیمش هم گذاشتم، آبشار سیامزگی و اون جاده رو دوباره باید برم، دوباره اشتباه رفتم. آبشار اصلی شما نرفتیم، نمیدونستیم، اونم دیگه گذاشتم. دوست داشتین تو پلیلیست شفت ببینین. دوشنبه بازارش هم واقعا جالبه، مردمش واقعا آدمای دوست داشتنی هست. دوست داشتین نگاه.
یکی از دوستان کامنت گذاشته بود که آقا خودت فلانجا رعایت نکردی، فلانجا رعایت نکردی. ما که نگفتیم ما امامزاده ایم، ما که نگفتیم رانندگی ما 20 ما 100% رو بکنیم، تلاشمون رو میکنیم مزاحم دیگران نشیم، واسه دیگران خطر ایجاد نکنیم. تلاشمون اینه، یعنی به رانندگی خودمون 20 هم شاید بریم 16، چون به شدت ما آدم واکنشی ام. مثال میگم یکی رامو میبره چیز خطر ایجاد میکنه، من آدم میام باید تلافی کنم، یا مثلا تلاش میکنم تلافی نکنم، یا حالا یه مورد در دست ما در میاد حتما تلافی میکنم، وگرنه حالا چیز پسندیدی هم نیست. میریم شب خونه میخوابیم، داریم میخوابیم یادمون میاد ما کار احمقانه چی بود کردیم، مثلا یارو اومد رامونو برید، مثلا ما باش رفتیم کل کرد، حتی خانواده باشه سعی میکنم این کارو نکنم، ولی خب میگم از 100 تا خلاص یه 10 تاش دست ما در میره. شب داریم میخوابیم فکر میکنیم آقا این چه کار احمقانه ما کردیم، مثلا میگم مثلا میزدیم به یارو میزد به ما، حالا مثلا جز شرمندگی و مثلا چی میتونست بمونه. خلاصه اینی که ما ادعا نکردیم، ادعا نمیکنیم، امامزاده هم نیستیم، حاجی علیه السلام هم نیستیم، ما اشتباه میکنیم، یه جایی سرعت میریم، یه جایی راهنما دستمون در میره نمیزنیم، هر حال انسانیم دیگه. انشالله که برای کسی خطر ایجاد نکنیم. تو زندگیم 2 بار تصادف کردم، اون 2 بارم خدا رو شکر 2 بار بیشتر تصادف نکردیم، انشالله که دیگران هم تصادف نکنن. اون 2 بارم دیگران مقصر بودن، یعنی اومدن راه ما رو بریدن، بی احتیاطی اونا بود، ولی باز من خودم تلاش میکنم بی احتیاطی دیگران رو یه جوری با سرعت نرفتن و با موبایل ور نرفتن و اینا جبران کنیم. که سعی کنیم آدم بهتری باشیم، به نظرم بهتر از اینکه هیچ کاری نکنیم ادعا کنیم آدم خوبی هستیم. ما که ادعا نکردیم آدم خوبی هستیم، هر رانندگی بود. اینجا جای دیدنیش تو راه تالاب عینک دیگه، تالاب عینک که وصل میشه به پارک دانشجو، بوستان دانشجو، ولاگشو گذاشتم تو پلیلیست شهر رشت، میتونین پیداش کنین یا همین سرچ کنین پارک دانشجو، ولاگشو براتون گذاشتم. جزو پارک‌های قشنگ رشت واقعا، به تالاب عینک وصل میشه. الان ورودیشو بهتون کنم یه تیکه تو فیلم مشخص بشه. این پرایده رو دیدین سری اومد. یه بار من منزلی داشتم فیلم میگرفتم، داشتم منزلی به رشت رو میگرفتم، یه خانومی همین کارو کرد، چند ثانیه زد به سپر عقب من، صداش اومد. کجا میخوای بری؟ چقدر عجله داری؟ چیکار داری؟ مگه وایسا. حالا این تجربه زندگی شخصی خودمه، هر موقع به یه چیزی مغرور شدم، حتی دوستانم سوال کردم همین داستان بوده و میگم شما هم خالی نبودن عریضه، هر موقع مغرور شدیم که آقا مثال میگم مثلا همون یکی تصادفاش همینجوری بود، آقا رانندگی من خیلی خوبه، من تصادفات رو رد میکنم، من فلان میکنم، یکی اومد زد به ما. یا تو زندگی مثلا چند مورد پیش اومده مغرور شدیم مثلا فلان کارمون درسته فلان، بسیار یه جوری دست روزگار نشون ما داد. الان یه کامیون داشت می اومد، گفتم ما غلط کردیم، ما ادعا نکردیم رانندگیمون خوبه، هم تلاش میکنم، بازم تلاش میکنیم، هیچ ادعایی هم نداریم. رانندگی همش تجربه است. حالا ما مگه چند سال رانندگی میکنیم؟ این هندونه چاف هم اطراف لنگرود
ولاگ چیزشو گذاشتم، عید رفتیم قایق سواری و اینا، پلیلیست اونجا هندونه‌های چاف معروفه. آبکنار هم الان تو بازار تولمشهر داشت. هندونه‌های اون تو خود میدون بار تقریبا 7000 تومان، 7500 6 تومن اینا اومد ارزون شد. یعنی هندونه 15 20 تومن بود، الان هندونه رو شما می‌بینید 8 تومن 10 تومن. تو محل ما میفروشی ها 13 تومن. یعنی هندونه اونجا اومد، هندونه ها ارزون شد. خیلی هندونه شیرینی هم هست، واقعا عالیه. اینجا بیمارستان بین‌المللی قائمه. حالا ان شاءالله که بلا ازتون دور باشه، ولی ما هر آشنایی داریم عملی داره، نمیدونم چیزی داره، همه میان همینجا. اکثر دکترای معروف رشت اینجا و بیمارستان گیل گلسار و با یه دونم آریا، بیمارستان پارس کمه. این بیمارستان بین‌المللی، این که آتش نشانیه، اون بعدی. این طالاب عینک دست راست ماست، اینجا نوشته رشت 1404. این طالاب عینک فکر کنم از اینجا یا یکم جلوترش قبلتر ما شروع میشه. این بیمارستان فوق تخصصی قائم. باز خدا رو شکر تو گیلان همچین بیمارستانی هست. مردم آواره پایتخت و این برا نمیشن. حالا میگم، باز میگم مثل تهران 100% امکانات نیست، ولی باز ما خودمون اصیل تهران شدیم. حالا هیچ بنده ای رو اصیل بیمارستان و دکتر و دوا و اینا نکن، حالا که برای چکاپ بشه. پیدا کردن دکتر و وقت و اینا، رفت آمد و آزمایش و اینا یه طرف، پولش هم. آقای پزشکا منو گرفت، باتریم دوربین داغ کرد، خاموش شد. داشتم میگفت این پیدا کردن نوبت و رفت آمد و اینا یه طرف، آزمایش یه طرف، زیرمیزی که دکترها میگیرن یه طرف دیگه. واقعا ما خودمون همچین بلایی سرمون اومده درک میکنیم. هندونه 9 تومن به شرط. اینجا توالت عمومی میبینین دقیقا اینجا، اگه مسیر خورد و فشار اومد اینجا یه توالت عمومی هست، میتونین اینجا خودتون رو آروم کنید. دیگه تقریبا نزدیک یخسازیم. یخسازی یا فکر کنم شهدای گمنام میشه اسمش. دست راستمون که میره از رو گذر که میره مستقیم به سبز میدان، دانه علی و دانه سام و پاساژ بزرگمهر رو با سبز میدان. از پایین دست راست میره به سمت فلک رازی و فلک گاز و توشیبا. این پارک دانشجو الان دست راست ماست، دقیقاً دست راست ما پارک دانشجوه.
دست چپ ما هم از این پل بخوای بری میری به میدون جهاد، مستقیم به سمت گلسار و نه ما پایین معمولا نمیریم، این ترافیک رو میریم اونجا گیر میکنیم. معمولا بالا میریم تو رشتیان، میریم به سمت خونه. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشین. به حال جاده معمولی بود، اولش درست قشنگه. ببخشید ما غور زیاد میزنیم، وظیفه‌مونه که غور بزنیم، دست خودمون هم نیست. این مستقیم الان این داناعلیه، بخوام ساختمون شما میتونید دور برگردون رو دور بزنم، میرم داناعلی دور میزنم، شما بریم عجله کنم. لایک، کامنت، حمایت فراموش نشه. رانندگی تو رشت ما گذاشتیم، خیلی هم گذاشتیم، دوست داشتین پلیلیست شهر رشت نگاه کنین. اینجا بازار دهانه سامو گذاشتم، خیلی قشنگه بازارش. همین ادامه همین خیابونه. یه بازاریه بکنم تا زور بیشتر اینقدر رونق نداره، بعد از راه خلوت. اینم داناعلیه، دست چپمون، دست راستم میخوره به زیاوری و بلوار لاکانی. ما این داناعلی رو دور میزنیم میریم سمت رشتیان. روزتون بخیر باشه. لایک و کامنت و حمایت هم فراموش نشه. روزتون بخیر.